بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید جناب آیاز محمد آقای انصاری. آقای رضایی بفرمایید در مورد مطلبی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید میشنویم شما. من که قبل از 1 سال قبل خدمت شما عرض کردم دستمو ولی نسبت به ابن تیمیه من هیچ اطلاعاتی ندارم، هیچ تحقیقاتی ندارم نسبت به ایشون. اگر اجازه بدید موضوع دیگه قرآنی است، یه سوال قرآنی از محضرتون دارم و اگرم که چیزی میذارم برای یه وقت دیگه که اجازه بفرمایید. خیلی مختصر بفرمایید. سوالم 2-3 دقیقه استاد طول میخوره، اشکال داره؟ 2 دقیقه دوستان تایمر بگذارن. 2 دقیقه سعیامو میکنم ولی شما هم بزرگواری کنید مثل که تا حالا بزرگواری کردین در حق ما. اگر حالا سوالم روی خود مقداری طرح اشکال شد که ما بهم فرصت بدیم. استاد عزیزم میخوام شروع کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال جل و علا همه مؤمنان را دعوت گرفته است که او را عبادت کنند و در سوره احزاب آیه 40-41 از ظاهرا که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبوه بکرة و اصیلا و این نه فقط و سبحوه بله سبحوه بکرة و این نه فقط سبحوه بکرة و اصیلا. خدا خیرت بده ان شاء الله. این وظیفه فقط مؤمنین نیست، در رأس همه مؤمنین شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در قبل هم پیامبران و این در امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که این قانون نهادینه شده است برای امت قبل هم بوده است. مثلا بر حضرت هارون حضرت موسی علیه السلام وقتی که خداوند متعال بهش امر میکنه که برو به سوی فرعون و او رو دعوتش کن، به نص قرآن کریم که میفرماد انه طغی، بعد حضرت موسی برای رفتن به سوی فرعون از خدا مسئلت میکند که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، تا اونجا که میفرماد این امکانات رو در اختیار من بگذار، به توسط برادرم هارون مرا قوی کن، استدلال مرا قوی کن، میخوام برم به جنگ تا نتیجتا کی نسبه کثیرا، تا به این توسطی که هارون را برادر من قرار بدی و وزیر من قرار بدی در این مأموریت من موفق بشم ذکر تو را کثیر بگم. و خدای متعال جل و علا بهش خطاب میکنه که یا موسی قد اوتیت سؤلک یا موسی، اجابت کردیم از تو و این خواسته رو بهت دادیم. و همین برای خاتم الانبیا هم قرآن کریم در سوره شرح میفرماد که الم نشرح لک صدرک، یعنی همون شرح صدری که به موسی دادیم به تو هم دادیم، به توسط او را به توسط هارون و تو را هم که همون دعایی که کردی علی علیه السلام را خواستی که وزیرت باشد و انت منی به منزلت هارون من موسی، این فضیلت رو در اختیار تو قرار دادیم. حالا در کجای قرآن گفته که ای رسول ما علی را وزیر تو قرار دادیم؟ در کجا گفت؟ الان سوره شرح بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. تک ترجمه کنید. تک ترجمه کنید. الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر آیا ما سینه‌ات را برایت نگشودیم؟ خب موسی اونجا چی سوال کرد؟ موسی شرح صدر خواست به توسط هارون رو که به من بدی. نه ربطی نداره اونجا. ببینید اینجا قال ربی اشرح لی صدری، بارلاها در اینجا ببینید موسی گفت پروردگارم سینه هم را برایم بگشا، این ربطی به هارون نداره. و کارم را برایم آسان کو، واحلل عقدة من لسانی، گره از زبانم باز کن، یفقهوا قولی، سخنانم را بفهمن، واجعل لی وزیرا من اهلی، بعد از این که این چیزا رو به من دادی برای من وزیریم از اهل خودم قرار بده، هارون اخی، که برادرم هارون باشه. و کار هارون چی بود؟ اشدد بهی ازری،
که به وسیله او پشت مرا محکم بکنی، نه به وسیله هارون برای من شرح صدر بدی. هارون برای چی خواسته بود هارون اخی اشدد بهی ازری، که به وسیله او پشت مرا محکم بکنیم. و اشرکه فی امری، که در این کار رسالت ایشون رو با من شریک بسازی. من شما شیعه و سنی همه اعتقاد داریم که هارون پیامبر بود، موسی هم پیامبر بود، هارون هم پیامبر بود. بعد از این که شرح صدر رو به اصطلاح یسر رو در کار موسی علیه السلام و باز شدن گره زبانش و مفهوم بودن سخنانش، همه اینا که براش حاصل شد، خواست که وزیری هم از اهلش باشه که هارون چی کار بکنه؟ فقط این دو کار رو براش بکنه، اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری، که هم پیامبر باشه و هم اشدد بهی ازری، که هم چی کار بکنه؟ به اصطلاح همکاری با ایشون بکنه که در مسئله تبلیغ و رسالت در مشکلات با ایشون همراهی داشته باشه. بعد از اینا چی میشه؟ بعد از این بیایم ما تسبیح تو رو بگوییم و ذکر تو رو بکنیم الی آخره. در سوره شرح در اینجا هیچ ذکری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته باشن که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به عنوان جانشین و وزیر الله سبحانه و تعالی برای ایشون تعیین بکنه نیومده. اون دعایی که پیامبر عرض کرد خدایا همونطور که برادرم موسی دعا کرد و ازش اجابت کردی و در قصه اجابتش بهش فرمودی که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی و لقد مننا علیک مرة اخرى، این را بعد خود پیامبر به ما اعلام کرد. آقای رضایی برادر عزیز، الان به منزلت هارونم درست. الان شما بحثتون و بحث قرآنیتون رو تمام بکنید، بعد میریم سر روایات. در هیچ جای قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم از باری تعالی نخواسته که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به عنوان جانشین، خلیفه، وصی، وزیر ایشون تعیین بکنه. با این نظر من متفق هستید شما؟ لفظ قرآن که این لفظه بله با شما متفقم. بله. بس الان میریم سر روایات. در کدام روایت گفته که یا ایها الناس، این علی ابن ابی طالب بعد از من خلیفه من هست، جانشین من هست، ولی من هست، در طرف الله سبحانه و تعالی نصب شده و این یک ولایت الهی است که به علی و اولاد علی از علی گرفته تا امام زمان داده شده. در کدوم روایت گفته؟ در روایات کثیره خاتم الانبیا امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان صحیح ترین روایت آقای رضایی، به خاطر اینکه بحث به درازا نکشه، چون که در این مورد شاید که صدها روایت وجود داشته باشه صحیح و ضعیف در کتاب‌های ما و شما که برداشت‌های متفاوت میشه از این روایات. شما صحیح ترین روایت که از نگاه سند و متن طبق به اصطلاح علم حدیث، علم رجال در مذهب شیعه صحیح ترین روایت باشه بفرمایید. صحیح ترین روایت که متفقیم، فکر نکنم شما هم حضرت عالی همین که مربوط به هم بحث ما هم میشه، مثلا من امشب مطرح کردم که یا علی انت به منزلت هارون من موسی. خب و این قرآن میگه در امت موسی خدایی خدا شناخته نشد و خدا عبادت نشد تا زمانی که هارون معرفی شد و وقتی هم که سحره فرعون در هیچ جای نگفته این رو. در هیچ جا نگفته این. الان برات میگم این آیه رو ببینید استاد. اون وقتی که سحره اینها غالب شدن فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. خدا میگه خدای همه موجودات فرمونه. چرا اینجا خدای متعال میفرماد که امت موسی گفتن که ما ایمان آوردیم به رب هارون و تا نگفتن ما به رب هارون ایمان آوردیم برای فرعون و فرعونیان شناخته نمیشد و قابل قبول نبود. چون ما گفتن به خدا به رب ایمان آوردیم، خب به من آورده بودید، من ربم. گفتن به رب موسی ایمان آوردیم، خب من رب موسی هستم. آقای رضایی این ربطی نداره اصلا. من از شما خواستم صحیح ترین روایت رو بیارید در اثبات این که رسول الله صلی الله علیه و سلم
فرموده باشن که علی بعد از من ولی هست، جانشین من هست، وزیر من هست. روایتی رو که شما ذکر کردید در قضیه تبوک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی خواستن به جنگ تبوک برن، واضح است که در جنگ تبوک سیدنا علی حضور نداشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق عادتشون همیشه وقتی که به سفر میرفتن کسی رو از صحابه جانشین خودشون تعیین میکردن. در مدینه ابن ام مکتوم رو تعیین کردن، دیگران رو تعیین کردن. در جنگ تبوک هم سیدنا علی رو تعیین کردن در جای خود. ایشون ناراحت شد و در روایتی که بخاری و مسلم روایت میکنه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که آیا من رو در بین کودکان و زنان تنها میگذاری و میروی؟ یعنی اعتراض کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم که منم میخوام با شما برم جهاد. آیا من رو با زنها و کودکان اتخلفونی فی الصبیان و النساء در روایت اومده، در روایت بخاری. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خاطرخواهی ایشون، برای اینکه این چیزی که در دل سیدنا علی ایجاد شده بود از اینکه در مدینه در بین زنان و کودکان بمونن و همه صحابه برن به جهاد، فرمودن که الا ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسی؟ آیا راضی نمیشی که پیش من همان منزلتی رو داشته باشی که هارون برای موسی داشت؟ الا انه لیس نبی بعدی، مگر اینکه من خاتم النبیین هستم و بعد از من پیامبر دیگری وجود نداره. این اصلا قیاس مع الفارق است. چرا؟ هارون در زمان زندگی موسی علیه السلام از دنیا رفت. یعنی الله سبحانه و تعالی میخواد به شما و امثال شما که اینطوری فکر میکنید و از این حدیث دلیل میارید برای ولایت و امامت، بگه که این قیاس مع الفارق است. هارون در زمان موسی از دنیا رفت، پس هارون جانشین موسی نبود، ولی موسی نبود، خلیفه موسی نبود. هارون همکار موسی علیه السلام بود، پیامبر بود در قضیه دعوت. و اونجا که گفتی رب هارون و موسی که گفته، در اونجا به خاطر این بود که فرعون گفته بود انا ربکم الاعلی. الله سبحانه و تعالی در اونجا میاد میگه که رب ما، پروردگار ما، رب کی است؟ موسی است و هارون است، و یا هارون و موسی است، فرقی نمیکنه. و سحره یا همون جادوگران ایمان آوردن به رب اینها. بله استاد بزرگوار، فرمودید پیامبر غیر از علی ابن ابی طالب ام مکتوم رو هم در مدینه جانشین خودشون نمودن و علی ابن ابی طالب رو هم در قصه تبوک. برای اونها این مسئله نبود که وقتی اونها رو جانشین خودشون میکردن در اونا اعتراض نکردن، اونا گفتن سمعا و طاعتا لرسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا علی قانع نشد، سمعا و طاعتا نگفت، بلکه اعتراض کرد در مقابل حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که شایسته این بود که آمنا سلمنا. سیدنا علی اعتراض نمی کرد. وقتی هم که اعتراض کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه پاسخ ایشون رو دادن. تشکر میکنم آقای رضایی. تشکر میکنم آقای رضایی. 14 دقیقه است شما پشت خط هستید آقای رضایی. سوال بعدی رو انشالله در هفته آینده و با این درخواست که یک روایت صحیح از کتب شیعه بیارید که 12 امام شما رو امامت و ولایتشون رو بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت بکنه. خوبه؟ در همین سه تا سوره که عرض کردم اسرارش هست استاد. تشکر در احزاب و در سوره شرح و در سوره طه. خیلی متشکرم. تشکر شما. خدا نگهدارتون. امان الله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. همونطوری که خودتون هم اعتراف کردید آقای رضایی، در هیچ جای قرآن صراحتاً رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا علی رو به عنوان جانشین و وزیر خودشون تعیین نکردن، بلکه این برداشت‌های شماست که از آیات قرآنی این گونه برداشت میکنید که لا یسمن ولا یغنی.